جوڑی بخیری وای خیریتی او لولو چیکه بیان و انسان بی‌غیرت خداوندش هست نکنه. اگر هر کسی که باشید ما باشیم چی کس دیگه باشه. خداوند انسان پیدا کرده مرد و به خاطر کار کنه. لشکرای منگس دور است و وقتی که هوا گرم شود پیدا میشه. حالا چی قصه کنه کاربار چطور؟ شکر است الحمدلله. دیگه وقت خوب صفایی خودم میتی که چطور شدی. حالا قصه کن. نه سیست کاربارم شد. شما رو میبره چی رقم است؟ والا ما شوق خارج ندارم. خوش داری وطن؟ وطن. با چی دلیل خوش داری؟ والا هر چی باشه دیگه اگر رنجیده هم هستیم خب بازم دیگه وطن مثل مادر میمونه. نه کدام چیزی از اروپا شنیدی کدام جوانای مثل خودت کلی گرفتن برای اونا چی پیام داری؟ دیگه برای از هیچ پیام نداره. سلام اعضای دل، انشالله که صحت و سلامت باشین در هر کنج دنیا هستین. بله، برنامه نو دید و بازدید با مردم شریف افغانستان. برنامه ما بازم خوش آمدیم با پنجره افغانستان که برنامه هایی که بسیار جالب براتون تقدیم کنیم. ناگفته نمان ازا ما برنامه های ولایتی هم داریم. در تمام ولایتی رسمی رواج مردم شریف افغانستان برای شما تقدیم میکنیم. با ما باشین، دید و بازدید از پنجره افغانستان فراموش نکنین. سابسکرایب، لایک تمامشه از زیتن زنگوله تمامش از زا فشار بکن. تشکر. سلام و درود بر شما. و علیکم السلام. جور بخیر هستید؟ ان شاءالله که صحتتون خوب باشه. بسیار خوشحال شدم تو دیدیم. قربان اخلاقتان. بخیر باشید. اسم مبارکتون چی هست؟ اسمم گل مرزا باشنده نمیچون دول دیگه دریور تاکسی فعلا نمیشه کاربار نمیستاد کردیم اومدیم اینجا پیش میاندگانم. چطور از تاکسی که شما دارین از صبح تا شب کار میکنین کاربارتون چه قسم است؟ والا خوب است دیگه، مقصد تو مثل سابق واری نیست، بازم ناشکری نشه شکر است. خوب است. تشویش میکردن که برق در افغانستان نیست. حالا خب من که میبینم برقا 24 ساعته است. کدام وقتا برقا نیست؟ فعلا تا هوا که یک ذره گرم شده خوب شده برقا. خب این گپ در هواست یا گپ در هوا است؟ این اما هوا زیاد شده، هوا هم یک ذره گرم شد، مصرف کمتر میشه، باز خوب میشه یک ذره برق. قصه که صحبت که خودت فکر کن از سمت پیدا شد اینجا از سمت شمال هستیم. ما جایم از پنجشیر از نمی چون داول یکم 45 سال میشه میشه هستم. ما اون بالا کوی چون داول 45 سال نام خدا. قصه که در پنجشیر در حساب کشت و چیزا زمین دارین؟ زمین از دیگه تو زمین نیست که من تا به مردم کفایت کنم. مقصد تو خوب از دیگه گزاره میشه کردیش. یک سبزی مبزی کش کنن میشه از بسیار هم زمین دارش یک 5 سال یا 10 سال تقریبا زمین بالا نداره. چیزی که درد و در بدن در دلت است میشه که بیان کنی کدام چیزایی که داره کفتت هم اینجا اعلام کرد چی که داره یک گل مشکلاتایی داره. والا مشکلات خب فهمیدی نمی بیکاری بیروزگاری است دیگه. الحمدلله خوب است دیگه. غیر بیکاری دیگه چی کدام دیگه والا چیزی گفتنی نداره نه. شکر. امنیت چطور است؟ خوب شده؟ خوب است. مثلا شب و روز یک میبریم کدام گپ نیست. تشکر. بخیر باشید. قربانتان. بخیر باشین. سلامت باشین. دوستای عزیز با ما باشین که میریم با طرف‌های سلام علیکم. علیکم سلام. صحتتون خوب است؟ شکر سلامت بخیر باشید. اسم مبارکتون چی است؟ احمد الله محمدی هستم از ولایت کاپیسا ولسوالی نشان. محمدی چی میکنی کابل؟ اما تو آمدیم یک سیاحت. در چه کاربار؟ یک دوست ما بود از خارج آمده بود به خاطر اومد. این دوستان از کدام اروپا آمده بود؟ دبی. خب نزدیکایت است یا نه اونطور؟ یاسنیم است. خب چی هدفشون چی است؟ ان شاء الله میرین پس میرین چه قسم است؟ شما را میبره چی رقم است؟ والا ما شوق خارج ندارم. خوش داری وطن؟ وطن. با چی دلیل خوش داری؟ والا هر چی باشه دیگه اگر رنجیده هم هستیم خب بازم دیگه
وطن مثل مادر میمونه. نه کدام چیزی از اروپا شنیدی؟ کدام جوانای مثل خودت کلی رفتن؟ برای اونا چی پیام داره؟ خب دیگه برای از هیچ پیام نداره. خداوند توفیق نصیبشون کنه. هر کی شوقش دیگه، هر کی شوق داره. او با اوجا شوق داره که خارج بره ما به وطن خود. اگر از اونجا کدام دعوتنامه بیا که بیا در کشور اروپا مثلا ترک میکنی وطن؟ نه هرگز. خب چرا بعضی میگه خود دیگه میزنم خب میرم؟ ما برای تیاگب میگم خب هر کس از خود یک شوق داره. ما اینجا چی دوست داره؟ داریم در وطن خود چی باشیم. داره گفتی؟ او میره اوجا با خارج. هر کس خود چی داره؟ هر کی یک شوق و ذوق داره علاقه شوق به داره. کشور. گوش ما شوق نه استغفر الله. قربانتان سلامت. مزاحمتان نه نمیشیم. خدا تشکر. و علیکم سلام. خوب هستین شما؟ خوب است؟ بخیر هستین؟ اسم مبارکتان چی است؟ تیمورشاه. تیمورشاهی که سمت سینمای پامیر یا نه نام؟ تیمورشاه. تیمورشاه. بله. درست است. چقدر خنده روی هستی؟ کجا میری؟ هیچ میگه بازار چکر برآمدیم. از این خود کابل جان؟ از خود کابل جان هستیم. بله. قصه کن دیگه. من ضرور نیست که من قصه کنم. والا. کجا بودی؟ کجا میری؟ چی چه قصه پلان کنیم؟ داری؟ چی بله. هدف داری؟ قصه کن. والا هدف دیگه هدف ها خودم چی هدف بگم؟ هدف ها خیلی زیاد است دیگه. خب یک مگم نمیشه. کمیشه بگو که من چی وقتی خودم واقعا درد دارم میگم باش که کمی قصه کنی. خب قصه کنیم. والا قصه خود زیاد است دیگه. از این کدام قصه تا کو از خاطره جالبته؟ والا فعلا خیلی در یادم نیست دیگه. البته چی بگم مرد دیگه. صبح چی خوردی؟ صبح نان و چای. خود دیگه او در یادت است. آه. قصه در یادت نیست؟ یار خب قصه کن الله خیر است. خواهش میکنم. بسیار یک آدم خنده‌روی هستی. تشکر. زنده باشی. تا به حال انسان به تشویش نیست. تو کدام وقت یک مشکل برای تو آمده باشه که والا از شب تشویش تا صبحش خو نرفته از خاطر تشویش؟ آی گپ شده؟ 100% است ها دیگه. حساب چی قرضداری بوده چی بوده؟ نه فضا خدا قصدار خود نیستیم. خیانی کمی زندگی بعض تشویشای خدا داره دیگه. هر رقم کنی دیگه. از یک بغل نه یک بغل گپ یگان تا آدم چندیک میکنه. تشکر. قربانتان. سلامت. بخیر باشید. سلام علیکم. الله خوب است. جان جور است. صحت خوب است. اولادکات خوب است. آرام هستی؟ جانک جور است. آرام هستی؟ اسم مبارک چی؟ نجم الدین هستم. من بیا نیست یکم بین که سر صداست. املاس فکر خاموش نمیکنه. خب اینجا به خاطر گفته اسم شریف چی است؟ نجم الدین. نجم الدین اینجا بله. چی کاربار است؟ ما از دوتل هستیم. خوش ما وتلی هستیم؟ بله. چی جور میکنی؟ اینمی کباب از دیگه شیریخ است، قابلی است، پلاو است، کباب اینمی است، کباب مرغ است، جیگر گوسفند. نام خدا خیلی زبانت نام خدا چی رقم بگم آتش و تیز است. میشه برای ما قصه یگان خاطره از خاطر یک مشتری یک مشکل پیش آمده شد یک اتفاق قصه کن؟ نه انشالله او گپا نیست. اسم یک مشتری را جذب میکنه قصه کن. صدا میکنیم دیگه قابلی، پلاو، کباب، کرایی، شامی، جیگر، لاسپیکر بند با مشتری ها میآید. مشتری ها خودشان میآید. فهمیدی؟ به تربیه هستی یکی گپ میزنی اخلاق دیگه کمه که اگه تو خوب میبینی در گوشتا چرا او تیر میکنی؟ آفرین نه خیلی گپ راست میگی امیر مسلمان است در گوشت او تیر میکنه ای چی بسیار ظالم می وقت شکار که میشه پای پتیر میکنه می پندانش. تشکر برادر عزیز. با ما باشین از جای دل که خدا رسید تصفیق و ما جور بخیر. صحتان برادر خوب است؟ شکر جوره. انشالله خوب هستی؟ الحمدلله. اسم مبارک چی است؟ تراب. ترام کسی است که گفتم اسم مبارک چی است؟ تراب خان سانگزای. ترام زای کسی است که میخواستم تا روان بود بیشه برای ما قصه کنی کجا بودی می دقیقه کجا میری؟ رابطه بودم موبایل سنتر یک موبایل خریدیم همینجا دکان داره دکان برنج داره. دکان برنج است؟ چطور از کار و مشتری؟ شکر الله فضل خوب است بسیار خوب است. برنج حال چند است سرش بوجیش؟ اما کار از ما شرکت شکر الله فضل. ماشاءالله. بوجی که کی سودا میکنه؟
خیلی شرکت که داری یک بوجی ما رو میتین انشالله یا نه انشالله کل دنیا میبینه اگر دروغ هم بگه کل نه دنیا حقیقت برد میگه نه قربانت بسیار یک شخص خوشخنده خوشندام ما نام خود همیشه خداوند تو رو نگاه کنه خیر بسیار زنده باش بسیار یک آدم میتونه اجتماعی هستی خیر تشکر این کاربار چه قسم خود تجارت را شروع کرده تجارت را ایره خانواده تشویق کرد خودت از ما بچه کاکاست همون کار برین شروع کرد اول همون 2 سال میشه که همراه ما هستیم بله این برنج از کجا چی میشه در پاکستان از پاکستان نه از یک کشور هم است دیگه کشور پیش وقت می آمد بنگلادش اینا چی نه در ازبک همون چی نامش رفت ایران است پاکستان است تاجیکستان است قزاقستان هدف آسیا است نه پاکستان حال می برنج پاکستان مردم زیاد خوش کرده پشتو بگو مشکل نیست اگر فارسی چیز است پختو بگو کدام گپ نیست در افغانستان کې د پاکستان ورجه ډېر بو خمر کې مشتریان ډېر خوښي وس ورجه سره راځي د پاکستان زیات راځي او همدلته استفاده هم ډېر مننه ډېر مننه تشکر قربان شیم قربان چای بخورم سخی جان سخی جور هستی بسی جان جورت خیر خیر هستی چیول نام جور است سلمان خان در هند اگه پیر شود چهره از لالای ما داره اسم مبارک چی است عزیز احمد عزیز احمد شوخی دارم امروز ما و شما هم وطن هستیم عزیز احمد در چی کاربار هستی دمی تیمرشویی کار میکنم تیمرشویی چی کار از رخت فروش هستی رخت فروش هستم رخت فروش هستم رخت فروش هست چطور از کاربارتان خدا مهربان است یک از خاطرات شیرین تا قصه کو برای ما چی قصه کنم همین یک خاطره یک چیز شیرین باشه خنده کنه خنده کن یک چیز که اثر تیر شده باشه چه زبان داره یه خود زبان داره یه خاندوال 30 سال پیشم است شما اندوال هست بگو لالا جان چی بگویم خلاف سخی که لگی ببینید در چی وضعیت است مردم برای پیش لقمه نان بداره گلن سرگردان است نه اخی یک گپ میزنم گردن بسته تول گشنه موندی نه خب چری گپ میزنی گشنگی نه چری گپ میزنی الحمدلله نه دنبال نان حرکت کو برکت شد حرکت میکنیم خدا برکت کنه یعنی ما که هر وقت بده کار کردم میریم هنوز کم است ما زیاده نه هنوز کم است هنوز میگه کم است قربانتان تشکر قربانتان آدمی شریف هستی کم بلندتر گپ ده سلام علیکم علیکم سلام خوب هستی بخیر هستی من اینجور است ما اینجا آمدیم شهر آمدیم اینجا کدچوان هستم دیگه روز 25 رفت دستکم مایی بس روز 80 رفت 100 رفت همون تو میبرم بار میبرم نمیال اینجا ما نمیال اونجا آمد کردیم میرم بار میبرم دیگه بیخی بیکاری است از او مثال از خانه رو میبینی کل بیکار است از امروز بخوره از امروز بخوره شب نداره شب بخوره روز نداره این تا بیکاری کاربار ما خودی من بخاطر روز 30 روپیه کار اینا میال اومدم از خانه گفت نه چای است نه بر است نه روغن هیچ نمونده خانه نه ولی هیچ نمونده نمی اینم اومدیم از خانه اومدیم باش که حالا تا چیکار کار کنه امروز 100 روپیه کار کنم هر چیکار شد نه چای است نه بر است نه ورد است بدارم چون از خودتون است نه خورا کرایه چند میته کرایه 2000 کرایه میته حتی پدرم مرده مادرم مرده خدا رحمت کنه هیچ چیز نداریم تشکر که شما اینجا آمدید زحمت را کشیدی خداوند شما را نصیب گردانه تشکر خداوند مهربان است تشکر اینجا کسی است که به نام نصیر است ببینیم که دوغ در دان مندهی دوستای عزیز حال وقتی از قوا گرم نیست لشکرهای منگس دور است وقتی قوا گرم شود پیدا میشه درود بر شما برادر کجاست میکی نصیر جان استاد عزیز استاد گرامی سلام درود سلام با شما اسم مبارک چیست نظیر جان کسی است که هم بلنی پز است و هم دوغ جور میکنه برای ما قصه کو که دوغ چه قسم جور میکنه چکه از ماس است ماس است نه ماس است بادرنگ نداره چرا بادرنگ هنوز دو جورش کردیم وقت است هنوز نه بر چارج شروع میشن
بین بعد 11 بجه 10 بجه دیگه سرش میکنه. این خودت که ایرا برش میکنی خودش طول است؟ طول کم است. زیاد نمیشه؟ نه دیگه کم زیاد دیگه نمیشه. برای چی است؟ اندازه است. اگر طول کنی زیاد کم انشالله نیست. نیست نه؟ نه. دوستای چیز بسیار جالب است با دست طول است ترازو هست. آقای ناصر چه قسم من سیل میکنم. روغن هم که روغن تازه است. روغن تازه است. یک بلونی قیمتش چند است؟ 10 روپه. قصه که خودت زیاد قصه. 10 روپه بیادر. 10 روپه نه؟ چی جور میده؟ 10 روپه دو گاز 10 روپه بلونی. کچولو گندنه مکس میکنم. یا کچولی خولیم دارم گندنه خالی. خلاص شد؟ خلاص شد بیادر. ما هدف میست که هم نام خدا دوغ داری هم بلونی قصه یک چند دقیقه. حالا چی قصه کنه بیادر؟ از کاربار چطور؟ شکر است الحمدلله. دیگه وقت خوب صفایی خودم میتی که چطور شده. حالا قصه کن. نه سیست کاربارم شکر. خب ناصر جان ببینم دوغ نظیر لالا گلاس چند است؟ 10 دوستای عزیز گلاس 10 افغانی. ببخشید من گفتم یاد بگیرم. این چی است؟ ماست است. ماست. واو کامرامان سعی میکنه همین جان که خیر تشکر سعی کن ترق تو رو صدا را سعی کن با خدا. بخیر باشید. ما که از کامپیوتری لالا شما کشور خورد چی رقم نه؟ دام درم بیان خود سعی کن میافته. کامپیوتری خودش پیش میاد سعی کن اینجا من. تشکر میکنم. چی پیام داری با مردم کدام گلاس برتم؟ هیچ پیام نیم شکر. سایل داره نه؟ حمید نام داره. حمید جان پردم برتم. ببخشید نظر جان نقص کرده اینجا یک دو پیاله دو گلاس. نه گپ نیست که صدقه سر تا شوخی کردم میتم پیسش؟ نه صدقه سر. تو پراگ سعی کن. هنوز هوا چه قسم است فعلا؟ فعلا خوب است دیگه نه دیگه در گرمی دیگه پایم. هوا سرچه و مشتری میاد؟ نه گرم شد بیادر. در سردی قرار نیست. صحیح است بیادر. قربانتان. بخیر باشید. تشکر نظر جان عزیز. بخیر باشید. بسیار یک آدم شریف نظیر کسی است. این میگه ما در زمین خو ان شاء الله دیگه عیال نان میتین. شکر بگیره. تو بیادر زاده ما مثلا اینجا شکر سه فامیل نان میتین. نه جای کرانه میتیم. ما متری استاد هستیم. فقط بدون کرایه هستیم. بدون کرایه هستیم. این سه فامیل در اینجا میچلونه. خودت نه؟ یعنی کار مگه کار چطور است والا؟ شکر الحمدلله. راضی هستم والا. همین 20 سال است می کارم است. شکر راضی هستم. کس کار کنه چی بعضیا مایوس است با اونا چی گفتنی داره که مگه کار نیست؟ والا او خودش کاریگر نگه نیست. اگه کاریگر باشی کار قدر است که شب بری خود برای آرام ببره دیگه. هیچ ناله میگه قرار شیشتن؟ او کار نمیکنه. مگه کار نیست بازار های گپ است. حالا اینجا چی است والا؟ دو گلاس سر ما فرو. نه بازار پسانک ها به خوب بیریبار میشه جمع جوش میشه حالا بادرنگ میکشم سلاته میکشم دوغای مرده دوستای ماست هم مخلوط کرده بسیار عالی بدون بادرنگ پس بادرنگ هم شاید بندازه بادرنگ سلاته نانای تازه پودینه خوش بخیر باشین بیادر اخلاقتان مزاحمتان نمیشن من دوغتا بخو یک مشتری پیدا شد سلام برادر عزیز انشالله که صحت و سلامت باشین سلامت باشین اسم مبارکتون چی است؟ اسمم عزت الله احمدزی. احمدزی شما دکاندار هستین یا کدام میاین میخرین کدام جنس؟ ما دکاندار هستم از دکاندار عمده فروشی میگیریم سودا شیواتی میبریم. خوش دکانتون کجاست ما؟ شیواتی. دوستای عزیز احمدزی دکان داره چطور هست در نظرت از اینجا عمده میبرین اونجا پرچون است؟ از اینجا عمده میبرین اونجا پرچون سودا میتونیم. کاربارتان چطور است؟ خوب است شکر است. کسی که بعضی ناله میکنن مایوس هستن با اونا چی گفتنی داری میگن کار نیست؟ والا تاس همت باید کنن. همت کنن میشه. اگر همت نکنه قرار در خانه خواب کنه نمیشه. در خانه کس براتون نمیاره. نمیاره نه؟ باید ببره کار کنه زحمت بکشی میشه. اگر نکنه نمیشه. دوستا کار کنن میگه کار اگر نکنن راست میگه در خانه خود نمیاره. خداوند گفته شما حرکت کنن که ما برکت کنیم. درست است. اما شما که وقتی که از صبح از خانه میایین در نظر من بیج نیستی. نه. 100 افغانی پیدا میکنی. میشه. تشکر. سلامت. این بود مشتری و میریم به طرف خود دکاندار که ببینیم کاربار چه قسم است. سلام و درود. علیکم برادر جور هستم صحتتون خوب خیرت بخیر هستم. آجی صاحب محترم اسم مبارک چی است؟ اسم ما گل محمد. یک نام شریف گل محمد. شما یک از عمده فروش دکان هستین فکر نام خدا
اینجا عمده میفروشین؟ از ما عمده است، یک عمده فروش هستیم. چطور است مشتریتان زیادتر از کجا میاد؟ از کجا مختلف کابل؟ برچی، کت سنگی، سمت شوکی؟ مشتری های ما دیگه از منطقه یعنی کارت نو و ارزان قیمت و از این طرف ها میاد، مختلف میاد، هر طرف میاد. از سمت غرب ندارین هیچ نه، از سمت غربی طرف ها نمیاد، سمت غرب کت سمت زیاد میاد. از این سمت کارت نو و ارزان قیمت و از اینجا میاد. چطور از کارتان مشتری دکاندار زیاد میاد پیشتان یا نه کم شده؟ نه شکر خوب زیاد است، مشتری ها میاد، مشتری هستن ها، مشتری ها شکر زیاد است. زیادتر آجی سب چی میفروشین؟ از ما دیگه انرژی است یا دیگه؟ انرژی با بس دیگه، انرژی با پیپسی، انرژی و کیک و بیسکیت همین چیزا مواد خوراک هست دیگه. جوړی بخیری وای خیریتیا او لولو چیکه بیان دیگه اینو دیگه ما نفهمیدیم که چی گفتی داو بود. نه داو خدا نکنه. مقصد حقیقت باشه که من تو ترجمان دارم خب. بله بله. این در انگلیسی هر وان دز ناو اسپرت افغانستان what is now does now چرقم does now اسپرت نیست از اون تاجیک و does now ازبک does پشتون و what is سلام what is now انگلیسی ولی یکیش فهمیده باشه ما چی گفتم. تشکر قندل. نام خدا. از کارنگ نیست جوان فعال حتی تحصیل نکرده آمدن که بیا اینجا بنده خدا روز 200 کار کنن. خلیفه چه که طبیعت خلیفه چقدر خندروه. سلام عرض ادب. صحتت خوب است ان شاء الله؟ آرام هستی؟ خیریتی است؟ برای ما گفتم میتونین که فارسیوان هستین، پشتون هستین؟ من خودم فارسیوان هستم، تاجک. شما اینجا شاگرد هستین یا خلیفه کار هستین؟ ما شاگرد هستیم. شاگرد هستین؟ نه جانا. شما روز چند میتونین؟ ما را هم 2 ساعت میتونن. نه جانا. روزی هستی؟ چرا نه، 1000 بار شکر. جوان ما که تحصیل کنن، درس بخونن، مجبور از کارنگ نیست. ایشون سگه که واقعا چهره گوبیندا را داره. گوبیندای هند شما نمیشناسین. این دیگه نه در سلمان خان میخوره نه در شاروخ خان، فقط چهره نه جمعه خان. تشکر دوستان، قربانتان. با ما باشین تا خنده در لبای شما جاری کنیم. دیر ممنون. سلام علیکم. ساده عزیز، یک سلام احترامات. انشالله که اسم مبارکتون چیست؟ اسم دلاور خان قریشی. قریشی عزیز یک از رخت فروشای دکان غرفه دارن. قریشی عزیز این رخت از کجا میارین؟ خودتون از خود کابل است از کجا جای مستقل؟ رخت از چین است و از هندوستان است میاد. دیگه میاد تجارت وارد میکنن، میاد داخل افغانستان میارن، باز ما پیشش از سرای قمری میاد، سابقه سرای است که از اونجا میریم میخریم، خریداری میکنیم، میریم ما فروش میرسونیم. بله. این کسای دیگه هم از شما میخره از مثلا دکاندارا یا نه خودت پرچین سودا ما پرچین میفروشیم، پرچین فروش هستیم. اون فروش میاره تجار و تاجر میاره، باز ما تاجرها بس خریداری میکنیم، میریم با گروهی میخریم و اونجا پس باز پنجشنبه پس برشون پول برشون میتیم، پنجشنبه شون اون پسشون دیگه اون بس سودا میکنیم، همت در پا و پایین پا غریبش میگیریم. همین خدا را شکر کنیم، کاربار خدا هستیم. شکر که کاربار میکنه. بعضیا میگه بچه مشکلات است، حالا خود سرکار است. برای مردم چی گفتنی داره؟ یک تعداد مایوس هستن از کار، میگه کار نیست. والا مرد خداوند پیدا کرده که غیرتی باشه و کار کنه و انسان بی غیرت خداوند هیچ هست نکنه. اگر هر کسی که باشید ما باشیم چی کس دیگه باشه. خداوند انسان پیدا کرده مرد و به خاطر کار کنه، دیگه ایمت کنه، هیچ مشکلی نیست. هیچ مشکل نیست که کشور خارج بره، در کشور در قول در جزیره بفته اونجا نفسش برای زیر برف شوه، کشته شوه، چرا به وطن خود کار کنه؟ هر کس وطن خود خدمت کنه، کار کنه، هیچ به خارج ضرورت نیست. بعضیا آقای قریشی در خانه اشتکای خسیلی میزنه و اعصابش خراب و نمیفهم، میگه دیگه خراب کردی و نمیفهم، میگه وضعیت کار نیست. برای زیاد خونه گفتنی داشتی که چی رقم؟ بس ما برش یک گپ خلاص کردیم، صد گپ یک گپ. انسان که غیرتی باشه و کار کنه هیچ ان مشکل نیست. خدا مهربان است. از اون مثلا ظلم زور تو بالا که خلاص شدیم، مقدمی کار بار خدا سیم آزاد کار میکنیم، این خدا را شکر است. تشکر جناب قریشی، بسیار خوش شدم که برنامه را رنگین ساختین. کالا مالا کارتون باشه، ما خدمتتون هستم. باز میایم پیشتون. خیر یکم مراد یک در پا 25 مراد میگیم. هیچ پیسه نذارید که سایتون. خدمت باشه، چاش میمونم. تشکر قربانتون آقای. عزای دل برنامه ادامه داره. مردم شریف افغانستان
ببینید که گذر میرن و میاین. تمام مردم ما سر حال است، مردم ما خسته نیست. این طرف سلام و درود. سلام علیکم، جور بخیر. اسم مبارکت چی است؟ خوجا زیوردین. اوه فریدین. خوجا. بله. خوجا جان خودت کدام تاکسی است؟ اون تاکسی پاسنگ است. چطور از کاربارتان؟ والا شکر است، گاهی وقت میشه گاهی وقت نمیشه. قصه کو تیل چه رقم است؟ قیمت از ارزان است؟ تیل خو قیمت از کبش در گلان 300 است. دیگه تیل خو بلند است، کار غریبی هم کم است. دیگه اینمی کارا است، دیگه این مشکل است. چطور در نظرت حالا خب من میبینم هیچ فرق نکرده، مردم زیاد است. چرا بعضی ناله میکنن مردم زیاد است، خب پول پیسه نداره، کار غریبی نیست. مردم دیگه از بیچارگی عبدالدقت داخل شهر میه. کار نیست. مردم خب زیاد است. یعنی بعضی ناله میکنه که مسافر نیست. بله. شما خب مسافر پیدا میکنید تا شما. اینا یک ساعت زیادتر میشه، ما اینمیگه کل مستعد هستیم، کدام سواری متوال نگرفتیم. تبال یا؟ بله. از چند بجه آمدین؟ شاید یک ساعت شو از ما. یک ساعت. حزب بیادر ما خب بسیار دیر میشه. خب باز در این حساب که تیل ارزان است، خوش نیستی؟ نه تیل کجا ارزان است؟ گلان 300 روپیه تیل است. تیل کجا ارزان است؟ 300 روپیه یک گلان. 120 بود شاید. خود اگه بود 110 بود. 100 هم بود دیگه. خصوصا 100 دال بلنده. خب. مشکلات گفتنی درد دل همراه هموطن عزیز اگر داشته باشین، کسایی که وطن دور هست، یک کمی چهره ما تغییرات هفته هم زیاد. درد دل ما اینمیز، ما هستیم تاکسی لاین داره، ما چیز داره، مگه ما ایستگاه نداریم، در جای میریم ترافیک تایر ما رو میزنه و در گل کتی سوتا میزنه. اینمی مشکل ما اینمیست. ایستگاه ما رو معلوم کنه تا ایستگاه خود سواری خود بگیریم، ما بریم پیش کار غریبی خود. درد ما اینمیست. اخلاق ترافیک فرق نکرده در نظر؟ اخلاق بسیار خوب شده، کتی سوتا میزنه مردم. اینمی اخلاقشان است. اولین نفر والا. بعضی با خدا میگه خوب شدن. نه چی خوب شدن؟ چرا همه جای آشتی شدن؟ همه دلیور و ترافیک توال مابین خود آشتی نشدن. دیگه کل کشورها آشتی شده. خود اینجا دلیور هم علامت است، ترافیک هم علامت است، دولت هم علامت است. مگه چی با خود بزن؟ حالا ما را ساکن یا در استاد کردیم. اگر با ما ایستگاه باشید ایستگاه اقتصاد کنیم راه را نمیگیریم. مشکل اینجاست. تشکر برادر عزیز، کامیاب باشید، زنده باشید. حضرت دل ای بود برنامه دید و بازدید همراه هموطنان عزیز. تا برنامه تو خوب جالب خوبتر براتون تقدیم کنیم. تن 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 پس